کدوم استراتژی به ما کمک میکنه تا از تصمیم گیری های احساسی توی سرمایه گذاری دوری کنیم؟ سلام، من مهدی اسدی هستم و توی این ویدیو میخوام درباره یکی از روش‌های ساده اما مؤثر سرمایه گذاری توی رمزارزها باهاتون صحبت بکنم. شاید توی ویدیوهای بابک یا کوین ایران دیده باشید که درباره روش DCA صحبت شده، اما روش DCA چیه و چطور انجام میشه؟ روش DCA یا دلار کاست اوریجینگ، در واقع استراتژی میانگینگیری هزینه دلاری، یه روش ساده و کارآمد برای کسایی که ترید بلد نیستن یا نمیخوان تن به استرس ترید بدن و میخوان یه روش ساده تری رو برای سرمایه گذاری طولانی مدتشون انتخاب بکنند. DCA نه تنها برای کاهش تاثیر نوسانات بازارها طراحی شده، بلکه به ما کمک میکنه که تحت تاثیر تصمیم گیری های احساسی دست به معاملات توی بازار سرمایه گذاری نزنیم. اما استراتژی DCA چطور اتفاق میفته؟ چطور عمل میکنه؟ بذارید اینطوری بهتون توضیح بدم. DCA یعنی سرمایه گذاری منظم با مبلغ ثابت در یک دارایی خاص در بازه‌های زمانی مشخص و از پیش تعیین شده. یعنی شما تصمیم میگیرید بیت کوین، اتریوم یا هر رمزارز مد نظر دیگه‌تون رو توی بازه‌های زمانی مختلف و با دارایی ثابتی که به بازار وارد می‌کنید خرید بکنید و توی ولتتون نگهداری بکنید. شاید بپرسید استراتژی DCA چه مزایایی داره؟ اولین مزیت کاهش ریسک نوسانات بازاره. دقت بکنید شما قراره با مبلغ ثابتی خرید و انجام بدید. این یعنی وقتی قیمت‌ها بالا میرن، مبلغ ثابت شما مقداری کمتری از اون asset رو خریداری میکنه. مثلا مبلغ کمتری بیت کوین میخرید و در عوض وقتی قیمت‌ها پایین میان، همون مقدار ثابت سرمایه‌گذاری شما میتونه حجم بیشتری از اون asset رو خریداری بکنه، مثلا بیت کوین رو. این باعث میشه در دراز مدت میانگین هزینه سرمایه‌گذاری شما کاهش پیدا بکنه. دومین مورد حذف تصمیم گیری احساسیه. احتمالاً زیاد به این برخوردید که وقتی قیمت‌ها میره بالا، همه تحت تاثیر جو بازار تصمیم به فروش میگیرن. وقتی قیمت‌ها میاد پایین، تصمیم میگیرن که خرید بکنن و ورود بکنن به بازار. اما ما هیچ وقت نمیدونیم کف یا سقف کجاست و باعث میشه بعضی وقتا تصمیم گیری‌های احساسی انجام بدیم که سرمایه ما رو نابود میکنه. روش DCA کاملاً تصمیم گیری احساسی رو از سرمایه‌گذاری شما حذف میکنه. اما سومین مزیت سهولت در اجراست. شما اگه قرار باشد یک تریدر باشید یا روش‌های سرمایه‌گذاری دیگر رو انتخاب بکنید، نیاز دارید که دانش داشته باشید یا به گروه سرمایه‌گذاری معتبر دسترسی داشته باشید یا سرمایه کلونی وارد بازار بکنید. در این روش شما نیازی به هیچ کدوم از اینها نخواهید داشت و خیلی ساده با خریدن مقدار مشخصی دارایی در بازه‌های زمانی مشخص میتونید سرمایه‌گذاری امنی داشته باشید. بذارید براتون یک مثال بزنم. فرض کنیم که شما تصمیم گرفتید هر ماه $100 در بیت کوین سرمایه‌گذاری بکنید. ما اول فرض می‌کنیم قیمت بیت کوین $10,000. $100 شما برای شما 1/100 بیت کوین خریداری میکنه و به ولت شما اضافه میکنه. در ماه دوم وقتی نوبت دوم خرید شما میرسه، فرض می‌کنیم قیمت بیت کوین به $8,000 کاهش پیدا کرده. این ماه $100 شما، یعنی اون عدد مشخص شده قبلی شما، 125 دههزارم بیت کوین براتون میخره، یعنی مقداری بیشتر از خرید قبلی. حالا اینو اگه در خریدهای متوالی در نظر بگیرید در دراز مدت، مثلا در بازه 1 ساله، 2 ساله، چند ساله، این به شما کمک میکنه که میزان هزینه خریدتون در کل کاهش پیدا بکنه و شما با یک میانگین پایینتری خرید کرده باشید و از افزایش قیمت‌ها بیشتر بهره مند بشید. اما معایب استراتژی DCA چیه؟ مهمترین عیبش شاید بازدهی کمتر توی بازار سعودی باشه. وقتی دارایی مورد نظر ما در یک بازه سعودی قرار میگیره، توی اون مدت ما قطعا نسبت به کسایی که خرید عمده میکنن سود کمتری خواهیم داشت که البته طبیعیه. دومین مورد نیاز به زمان بیشتره. اگر دنبال این هستید که در زمان کوتاهی سود کلانی به دست بیارید، قطعا DCA روش متناسب با خواسته و امیال شما نیست. سومیش هزینه‌های تراکنشه. خودتون قطعا متوجه هستید که خرید مداوم ماهانه، اون هم روی دارایی‌های رمزارزی، میتونه هزینه تراکنش‌های بالایی رو به شما تحمیل بکنه که البته باید مدیریت مالی خوبی براشون داشته باشید. البته نگران نباشید، راههایی برای کنار اومدن با همه این مشکلات وجود داره. اولیش و مهمترینش تعهد داشتن به برنامه است. استراتژی DCA یک استراتژی بلند مدته و در کوتاه مدت بهتون جواب نمیده. پس شما باید تصمیمتون رو عمیقاً و جداً گرفته باشید و بتونید در یک بازه زمانی طولانی متعهد بمونید به اون تصمیم. از اون مهمتر انتخاب دارایی مناسبه. بهتره که به جای سرمایه‌گذاری روی چیزهایی که فکر می‌کنید یک شبه قرار شما رو پولدار بکنن، روی دارایی‌های مطمئن‌تر که بازار مالی‌های استخوندارتر و شناخته شده تری دارن سرمایه‌گذاری بکنید. این بار ریسک شما رو خیلی خیلی کاهش میده. مورد سوم مدیریت مالیه. برنامه‌های دراز مدت همیشه به مدیریت مالی نیاز دارد.
قبل از شروع DCA به همه موارد فکر کنید، به اینکه قرار چطوری تامین مالی انجام بدید، چه روزهایی دست به خرید بزنید و داراییتون رو به چه شکلی نگهداری یا مراقبت بکنید. همه اینا بهتون کمک میکنن که هم بخشی از عیب‌ها رو از بین ببرید در این استراتژی، هم ریسکتون رو خیلی خیلی کاهش بدید. با توجه به بازخوردایی که روی ویدیوهای بابک و ویدیوهای کوین ایران داشتید، یه سری از سوالای پرتکرار رو من اینجا جمع‌آوری کردم تا بهشون پاسخ بدم. این سوالا رو یکی یکی با هم دیگه مرور می‌کنیم. اولین سوال اینه که آیا DCA در بازارهای نزولی کارآمده؟ بله، قطعاً کارآمده و اتفاقاً بهترین کارایش تو بازارهای نزولیه، چرا که به شما کمک میکنه با یک قیمت ثابت هر بار دارایی بیشتری خرید بکنید و در نتیجه میانگین هزینه سرمایه‌گذاریتون رو کاهش میده. سوال دوم اینه آیا میتوان DCA رو برای سایر دارایی‌ها مثل سهام یا طلا هم اجرا کرد؟ بله، DCA یک استراتژی عمومی سرمایه‌گذاریه. نگاه کنید، مهم نیست که روی چه چیزی سرمایه‌گذاری می‌کنید. این یک روش سرمایه‌گذاریه. پس بنابراین شما میتونید از DCA توی خرید طلا، نقره، سهام یا حتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم استفاده بکنید. سوال بعدی اینه چگونه هزینه‌های تراکنش رو در اجرای DCA کاهش بدیم؟ خب این که از بزرگترین مشکلات DCA باید دنبال پلتفرم‌هایی بگردیم که هزینه‌ها رو برای ما کاهش میدن یا طوری خریدها رو مدیریت میکنن که ما هزینه‌های کمتری بدیم، مثلا در زمان‌هایی که بار شبکه کمتر تراکنش‌ها رو انجام میدن. اما یک راه دیگه هم وجود داره که خودتون میتونید انجامش بدید، اونم اینه که به جای خریدهای هفتگی خریدهای ماهانه یا حتی 2 ماهه انجام بدید. سوال بعدی که داشتید اینه آیا DCA برای تمام ارزهای دیجیتال مناسبه؟ واقعیتش نه. DCA یا هر روش سرمایه گذاری برای اسست ها، برای دارایی های مناسبه که استخوان دارن، فاندامنتال قوی دارن و قرار واقعا در دراز مدت رشد بکنن. پس روش خوبی برای خریدن شیت کوین ها یا میم کوین ها نیست. سوال بعدی، در چه شرایطی خرید یک باره بهتر از DCA؟ نکنید هر موقعی که احساس کردید بازار توی یک روند صعودی قوی وجود داره روی دارایی مورد نظرتون و از این قضیه مطمئن بودید، قطعاً خرید یک باره خیلی 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 بهتر از DCA یک استراتژی بلند مدته، یعنی اگر وارد شدید باید چند ساله بهش فکر بکنید و خب البته هم در نظر بگیرید دیگه در کنار این ماجرا خرید یک باره نیاز به دانش قوی درباره ترند بازار، درباره روش‌های معاملات و غیره و غیره داره. من آماده‌ام تا هر سوال دیگه‌ای هست به شما جواب بدم. ازتون خواهش می‌کنم که سوالاتتون برای من بنویسید و بفرستید. ممنونم.